خبر به دورترین نقطه جهان برسد، نخواست او به من خسته بی گمان برسد. شکنجه بیشتر از این که پیش چشم خودت کسی که سهم تو باشد به دیگران برسد. چه می کنی اگر او را که خواستی یک عمر به راحتی کسی از راه ناگهان برسد؟ رها کنی برود از دلت جدا باشد، به آن که دوستش داشته به آن برسد. رها کنی بروند و دوتا پرنده شوند، خبر به دورترین نقطه جهان برسد. گلایه ای نکنی بغض خویش را بخوری که حق تو مبادا به گوششان برسد. خدا کند که نه نفرین نمی کنم که مباد به او که عاشق او بوده ام زیان برسد. خدا کند فقط این عشق از سرم برود، خدا کند که فقط زود آن زمان برسد. رها کنی بروند و دوتا پرنده شوند، خبر به دورترین نقطه جهان برسد. گلایه ای نکنی بغض خویش را بخوری که حق تو مبادا به گوششان برسد، که حق تو مبادا به گوششان برسد.